سلام دوستان گل، حالتون چطور؟ خوش آمدید به ویدیو جدید از کانال محمد سی اچ. امروز اومدیم که از بهترین بازیکن کل دنیای فوتبال خدمت شما معرفی کنیم. در از بهترین گلاشو که در تیم بارسلونا بازی می‌کنه و در حال حاضر در تیم پاریس سن ژرمن. به نظرتون کیه؟ اطلاعی ندارم. کسی جز نیمار. بریم سراغ ویدیو. خب همینجوری که پر انرژی ویدیو رو شروع کردیم، میریم سراغ اولین گل. بریم که ببینیمش. پلی نمیشه، مشکل داره اصلا کلا دفعه اول با من. خیلی اوضاع خیته. ببینیم. خب نیمار جونیور، بله یه حرکت تکنیکی نمیشه، خیلی خفن بود و نیمار هم معروف به حرکت‌های تکنیکی، یکی از تکنیکی ترین بازیکن‌های تاریخ فوتباله. میریم که ادامه‌شو ببینیم، ادامه‌شو نبینیم دوباره ببینیم. خیلی خفن بود. تو بارسلونا لباس قدیمی بارسلونا هم هست که سوارز یه پاس قشنگ سوارز انداخت اگه اشتباه نکنم. نیمار خیلی خفنه، این بشر خیلی خفنه. چون گلای پاریس سن ژرمن هم قشنگ بود ولی یه پارت دیگه ازش میسازم و این پارت فقط گلاش توی بارسلونا هستش و همین دیگه. بریم ببینیم. مسی یه پاس خفن، چه چیپ خفنی، فکر کردم میخواد پاس بده پایین بزنه، خیلی چیپ خفنی بود، پشمام ریخت. خیلی ریلکس، خیلی آروم، خیلی چیپ بلند و سختی زد، ترجیحاً سخت زدن اینجور چیپا. بریم دوباره ببینیم. مسی انداخت، خیلی راحت و خفن زد، واقعا دمش گرم. بریم سراغ گل سوم. تیم حریفش رو نمیدونم بازم، ولی خب سرسته گله خیلی خفنی داره. یه نفر رد کرد، دو نفر رد کرد، سه نفر به دست دروازه‌بان خورد ولی گل شد. ایول، احتمال داشت گل نشه، اگه دروازه بهتر میتونست بگیره، خودت اگه میگرفت که گل نمیشد و من نمیوردم تو اینجا، واسه من این ویدیو رو نمیدیدم. بریم سراغ گل بعدی. کیه این؟ خود نیماره. لایی انداخت، پشما. حالا دوباره میبینیم. فکر کنم لایی انداخت، دوباره بازم خورد به خود بازیکن اون تیم. یاره یه لایی خفن انداخت. ایول، با پاچه یه لایی خفن انداخت، خیلی خفن زد. ایول، اون مدافع هم میتونست بگیره به احتمال زیاد اگه واقعا حواسشون میتونست با یه شوت ردش کنه، ولی خب این کارو نکرد و خب گل خوردن. این فکر کنم ال کلاسیکوه، همونجوری که معلومه ما توی تصویر الان مارسلو رو میبینیم توی دفاع، راموس و حالا بقیه. چه یه پاس مسی میگه پاس بنداز، پاسو نمیندازه، چه شوتی، پشمام. درسته با اینکه بارسایی نیست ولی خب توی تحلیل ویدیو نباید تعصبی کار کنیم دیگه، میدونید چی میگم، نباید تعصبی کار کنیم و خب واقعا خیلی خفن بود، پشمام ریخت، خیلی گاد بود آقا، دمش گرم. بریم دوباره ببینیم اینا 100% ببینیم دوباره. چه گلی زد، چه گلی زد. ایول، خامس فکر کنم پشت سرش بود دنبالش. چه گلی آجی، اوف، شلیک بود. نیمار شماره 11 چه شلیکی کرد. بریم سراغ گل بعدی. اینستا چه پاسی، چه پاس، پاسش خفن بود، چه برسه به گلش. یه لحظه من دوباره اینو بیارم، پاسشو ببین، از بین همه رد شد، یه ضرب بدون استوب یه ضرب گل کرد. وقتی میگه این بشر واقعا خفنه، واقعا خفنه، یه ضرب گل کرد. ایول بهش، خدایی ایول بهش، عشق کردم. بریم سراغ گل بعدیش. نمیدونم تیم کیه ولی خب احتمالا گل خفنیه. نیمار همش هم بیشتریاش هم همون لباس قدیمی هست، یعنی مال خیلی جدید بارسلونا هم نیست. نه اوه چه سکنجی زد، پرام. دوباره ببینیم. اینجا پاسو بد داد، خواهد سخت استوب شد توپه، ولی خب خیلی خفن داره شد. از بین این همه آدم چنین شوتی زد، خیلی سکنج نابی بود، خیلی خفن بود. مثلا توی گلای رونالدو درسته من خفن ترین رو نذاشته بودم، یعنی عجله‌ای بود ولی بازم خیلی داره خفن میزنه نیمار. خب این ایسکاییه یا پنالتی ایسکاییه؟ بذار از اولش بیارم ببینیم.
حرف نباید زیاد بزنم، من لذت ببرید. اوه ای وای، ال کلاسیکو واقعا دلم واسه ال کلاسیکو تنگ شد و خب هیچ وقت دیگه ال کلاسیکوی رونالدو مسی قرار نیست ببینیم، چون نه رونالدو میره رئال نه مسی میره بارسلونا. ولی خب پیشنهادها هست که مسی رو برگردونم بارسلونا، ولی خب 50-50 دیگه معلوم نیست بازم. ولی خب همدلله واسه پی اس بازی کردنم تنگ شد، خیلی بازی میکردن. ولی خب ایشالله بتونیم پی اس 4 یا 5 بخریم، الان که بودجه صفر، همینطور که دیوار پشت سر رو مشاهده میکنید صفره. ولی خب 100% اونم یه روز میخریمش و امیدوارم که همتون همزمان با من که در حال پیشرفتم به نظر خودم شما با من پیشرفت کنید. بریم که ایسکایی رو ببینیم، حتی دیدیم دوباره ببینیم. نیمار چه سکنجی خورد، خیلی خفن بود، گزارشگر روی پاره کرد خودشو. خیلی خب بریم سراغ گل هشتم. اگه اشتباه نکنم، اگه اشتباه کردم توی کامنت ها بهم بگید، ادیتورم ندارم، حالا خودمم ربطی نداشت، ولی چون حالا ادیتور اگه یوتیوبر اشتباه کنه ادیتور رو میگیرن و اشتباه رو، ولی خب من ندارم. اگه حالا اشتباه کردم خب باشه، مهم نیست. بریم گل بعدی رو ببینیم. منچستر سیتیه، آره فکر کنم منچستر سیتی اگه اشتباه نکنم. بذار بچه‌ها کی پاس انداخت؟ پشمان چه فاصله ای پاس انداخت، نمیدونم کی بود. نیمار پشمام، رقص معروفش بود نیمار. چه پاسی انداخت، چه پاس، گلو ولش، گلو خفنی رو ولشون، چه پاسی انداخت. بازم به دست دروازه‌بان خورد. ایول. بریم سراغ گل بعدی تا اینجا که واقعا پشمای من ریخته از گلا. گل بعدی بذارینم وارث، چه پاسی، چه گلی. بچه رو اصلا موقعیت خراب نمیکنه. چه گل خیلی فوق العاده ای که خب جمله بندی درستی نیست، ولی گل خیلی فوق العاده ای زد. داریم که دوباره ببینیم. ایول. خیلی خفن بود واقعا، آدم حس. حالا من اینجاشم تا آخر ببینیم بعد حرفا رو بزن. این هم از 10 تا گل ما که تموم شد و بیام یه توضیحات بهتون بدم. واقعا آدم حسرت میخوره از اینکه حالا نه دیگه اون تیمای قبلی هست، نه ال کلاسیکو اونقدر حال میده، نه بازیکن‌ها این اصلا دیگه بازیکن جدید دارن وارد بازی میشه، ولی انگار فوتبال واقعا برای کسایی ساخته شده. یعنی مثلا اگه رونالدو، شاید دارم میگم، اگه رونالدو نبود من اصلا فوتبال نگاه نمی‌کردم و الان اینجا نبودم، یا خیلی هاتون من نظر من اینجوری بودید، یا اگه مسی نبود کلا نگاه نمی‌کردید فوتبال. و خلاصه هممون از بچگی ستاره‌ای داشتیم که به خاطر اون فوتبال رو نگاه می‌کردیم. مثلا این خودم که رونالدو از رئال رفت دیگه کلا رئال اصلا نگاه نکردم و خب این خیلی دردناکه، چیزی که بر نمیگرده و خب نباید زیاد داشته کرد. خیلی ممنون از اینکه ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد سابسکرایب کنید، کانال منو لایک کنید و زنگوله بغل سابسکرایب رو بزنید. اونجا فراموش کردم بگم کامنت انگلیسی هم بذارید. خیلی ممنون میشم از اینکه کانال منو بتونید حمایت کنید، به 100 تا سابسکرایب اولا برسم و هدف کوچیک ما 100 تا سابسکرایب، یکم بزرگتر 1000 تا و بزرگترینش هم 100,000 سابسکرایب است و گرفتن لوحه نقره یوتیوب که حالا عکسش رو اینجا میبینید دوباره. و اینکه اگه از این ویدیو خوشتون نیومد میتونید ویدیو قبلی منو ببینید. اگه از اونها خوشتون نیومد که خب میتونید سابسکرایب نکنید، ولی اگه کلا از کار من از این ویدیو نه ویدیو قبلی من خوشتون اومد سابسکرایب کنید تا از جدیدترین اخبار فوتبال با خبر بشید. بدونید که از تابستون یا حالا چند وقت دیگه روی ترندها کار میکنیم. 100% ال کلاسیکو باشه، میایم گلای خفنش رو میبینیم، پاس گلای خفنش رو میبینیم. اگه یه قضیه دیگه، اگه مثلا یک مسابقه خفنی باشه، جام قهرمانان اروپا باشه، فینالی چیزی باشه، میایم میبینیم. سعی میکنم اگه واسهتون جذابیتی داشته باشه به بعد لیگ فوتبال خود ایران هم بهش اضافه کنیم و دمتون گرم.